بار دیگر درود میفرستم به بینندگان بینیاد گرامی رادیو زودی و همه آنهایی که حالا در بخش مستقیم را تماشا دارن. ساعت به وقت پراگ 10 است و من در چند دقیقه دیگر برای شما سرخطی موضوعهای روز رو میگویم. شرکت سومون ایر میگوید صبح امروز هواپیمای این شرکت به فرودگاه ژوکوفسکی پرواز کرد. این هواپیما از دوشنبه با خود 180 مسافری را برد که همشان شهروندان روسیه میباشند. با گفته شرکت هواپیمای مذکور ساعت 12:30 با وقت مسکو یعنی امروز به تاجیکستان برمیگردد و اون مسافرانی را خواهد آورد که در فرودگاه ژوکوفسکی درمانده بودند و تفصیلات پروازهای دیگر را ما در دوام روز برای شما باز بینندگان عزیز خواهیم گفت. همچنین از وضع ساکنان سیلزده نویه خراسان برای شما گزارش خواهیم داد که با رادیو آزادی تماس گرفته گفتند در وضع ناگواری قرار دارند. با گفته مردم دهه حلقجر اونها شب را در بیرون روز کردن و حتی خیمه ندارند که موقتا تا تازه کردن منزل هایشان از آب و گل در آن با کودکان خردسالشان پناه برند. در همین حال کمیته حالات فوق العاده در سامانه خود می نویسد که جهت برطرف سازی عاقبت آفت طبیعی به نویه خراسان یک عدد اکسکاواتر کمیته سفربر گشته است که کارهای تازه نمودن زهبور و زهکشو در این موضوع را ادامه می‌دهد. کووید 19 در تاجیکستان نیست. وزارت تندرستی تاجیکستان از شهروندان خواهش کرده است که به هر گونه خبر و آوازه‌های بر دروغ درباره آنکه گویا در تاجیکستان سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده است باور نکنند. مقامات بهداشتی میگویند تا امروز هیچ حالت گرفتاری به این ویروس در حدود کشور ثبت نشده است، اما چاره‌های جلوگیری از آن پرزور کرده می‌شوند. طبق امور رسمی از 1 فوریه تا 23 مارتی سال روان یعنی تا دیروز 5038 نفر شهروندانی که از کشورهای خارج به تاجیکستان وارد گردیدند در بیمارخانه‌های سرایتی و آسایشگاه‌های کشور به کرانتین فرا گرفته شده اند. بعد 3 ساعت دیگر ما تلاش خواهیم کرد با کمک همکارانمان درباره نرخ و نوای محصولات در بازارهای دوشنبه به شما معلومات بدهیم. سوالی که چند روز اخیر شما از ما زیاد میپرسید در بخش مستقیم. طبق خبرهای رسیده در چند روز اخیر ارزش بعضی نوهای سبزیجات از جمله کارتوشکا بلند رفته است. همچنین در نرخ ارد نیز بلندروی به مشاهده میرسد. بعد 3 ساعت برنامه ما را تماشا کنید تا در جریان باشید. و امروز در برنامه خبری گزارش خواهیم داشت درباره آنکه چگونه در ولایت ختلان در پس منظر بیماری کووید 19 خونسپاری ساکنان کاهش نیافته، برعکس زیاد شده است. به قول مقامات بهداشتی تعداد آنهایی که اختیاراً و بدون پاداش خون میسپارند تا رفت میافزاید. باید گفت که در این ولایت بیش از 2000 نفر خونسپارنده دائمی هستند و برخی برای دریافت مبلغ این کار را انجام دهند، قسم دیگر باشد برای برقراری سلامتی و هم کمک به احتیاجمندان سری هر چند وقت خون میسپارند. بینندگان عزیز، این تنها چندی از نامگوی موضوع بود که من برای شما گفتم و تا شروع برنامه خبری ما 3 ساعت دیگر داریم و فکر میکنم تا اون زمان خبرهای دیگر نیز به دست ما میرسند که ما برای شما خواهیم گفت. فراموش نکنید ما شما را در بخش مستقیم منتظر خواهیم بود. روزی با براری داشته باشید.